مسافت تیم ذوباهن در یک بازی بسیار حساس که میتونه با برد استقلال دوباره به صدر جدول خودش رو برگردونه. رسال به روی دروازه یه لحظه احساس کنم تصویر پرش داشت. یه بار دیگه بازیکن تیم ذوباهن چه ضد حمله میزنه. ذوباهن تک به تک با دروازه و توی دروازه گل برای ذوباهنه. گل برای ذوباهنه و جلالی خواهد زد با پای چپ. یه ارسال نرم و کوتاه روی دروازه. فرصت داره استقلال. اشتباه کرد و توپش رو مجید علیاری گرفت. محمد جواد محمدی پاس برای اسلامی. کاری تکنیکی پاس عالی میتونه به سمت راست برای تیم ذوباهن یه خطر به همراه داشته باشه. خود بازیکن ذوباهن از ضربه‌شو خیلی خودخواهانه زد. با کلی معطلی ماشاریپوف یه ارسال بلند روی دروازه فرستاد. خوبم فرستاده شد. توپ روی انجام داده بود. ضربه سرش رو بدین شکل زد و زاویه دارید میبینید ارسال بلند توپ روی دروازه. یه ضربه سر فرصت با استقلال توی دروازه حساب کار. اما خب داور گل رو مردود اعلام کرده. باید ببینیم که چه اتفاقاتی داره رخ میده. کوپال ناظمی اشاره میکنه که از دستش استفاده کرده. تصویر آهسته رو باید ببینیم. توپ رو بلند میفرستن روی دروازه. به دست ماشاریپوف هم به دست مهرداد محمدی هم توپ برخورد کرده بود و اون رو خطای هند تشخیص داد و بنابراین گل رو مردود اعلام کرد. کمک داور اون سمت هم امیر شانس آورد که برمیگردونن. یه بار دیگه در اون شلوغی فرصت برای ماشاریپوف میزنه و توی دروازه. جلال‌الدین ماشاریپوف حساب کار رو 1-1 میکنه. درصد گردش توپ در مناطق مختلف رو مهرداد محمدی میفرسته. توپو چه ضربه ای زد فخرالدینی. در این سمت توپ میخواد میرسونن به روی دروازه. چه قطعی کرد توپ رو سید حسین حسینی. باز هم بازیکنان ذوباهن در موقعیت تهاجمی قرار دارن. شوت از راه دور. چقدر خطرناک داره بازی میکنه ذوباهن در این دقایق. این شوت از راه دور قرار میگیره. میفرستن توپ رو به روی دروازه. مشت فروزان توپ ماشاریپوف رسیده. داره که برنده این بازی باشه. یه لحظه روزبه چشمی ضربه سر رو زد. مشت محسن فروزان در واقع خروجش زمان بندیش مناسب نبود. مستقیم میریزه بلند به روی دروازه رو سر آرمان رمضانی. حالا فرصت برای جعفر سلمانی. حالا بلانکو و توی دروازه گوستاو بلانکو نمیذاره این همه هوادار ناراضی ورزشگاه ترک کنن. و این هم سوت پایان این دیدار که گل ذوباهن، گل زودهنگام اونها و نیمه دوم و کامبک استقلال باعث شد که بازی دلچسب و هیجان انگیز حداقل برای هواداران پرشور استقلال چه در ورزشگاه و چه در پای گیرنده ها در بیاد.